در فورم جهانی اقتصادی داووس سمارتفون ها را بعد 10 ساله آینده نالازم می‌دانند. سمارتفون ها را امروز ها میتوان یک جزء جدا نشونده حیاتی هر روزه دانست، اما بیایید ببینیم که چرا نالازم میشوند. این برنامه خبر برای تو با شما، من صالح نورعلیев. اینک دایرکتور شرکت نوکیا پکا لندمارک در فرم جهانی اقتصادی در داووس گفت که 6G تا سال 2003 به بازار تجارتی وارد خواهد شد، اما تاکید نمود که در آینده نزدیک سمارتفون موقع خود را از دست خواهد داد. با باوری لندمارک تا آخر این 10 سال انسانیت دستگاه‌های قلای‌تر و موثر را با تلفن‌های معمولی عوض می‌کند. راهبر شرکت نوکیا عینک‌های اینتلکتوالی و دیگر دستگاه‌های را برتری می‌دهد که کاربران به روی خود می‌پوشانند، یعنی در روی انسان می‌ایستند مثل عینک. ضمن سخنرانی در همین جلسه دایرکتور مالیوی گوگل رود پورات قید نمود که تکنولوژی‌ها بسیار مشکلات روزمره را حل خواهند کرد. ما استفاده عینک‌های اینتلکتوالی، مثلا عینک‌های ترجمه متن در آینه آنها را انتظاریم، گفت پورات. در میانه‌های ماه می گوگل نمونه عینک را با امکان ترجمه آواز به متن را نمایش می‌دهد. شرکت توضیح داد که محصولات پیشنهاد شده امکان می‌دهد که آدمان از مناطق مختلف جهان معاشرت کردمانی زبانی از بین تماما رود. خب دوستان، شما در این باره چی فکر میکنید؟ یعنی واقعا سمارتفون ها رو بعد 10 سال نالازم میدونید یا اینکه نه؟ و حتما نام سمارتفونتون رو میتونید در کامنتاری انتظار ما، برای ما خیلی جالب است دانستن اون. این برنامه خبر برای تو تا این دم با شما بودم، من صالح نورعلیев. تا خبرهای آینده شاد و پیروز باشید. خیر.